تا حالا شده از خونه بزنید بیرون، 2 قدم نرفته شک کنید در رو قفل کردید یا نه؟ برگردید و دوباره چک کنید. بعد دوباره برید و باز هم تو دلتون بگید نکنه باز باشه و دوباره برگردید. اگه جوابتون آره است، پس این ویدیو مال شماست. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون خوش اومدین. قصه امروز قصه ساراست. یه دختر پر انرژی که هر روز صبح میخواد بره سر کار. سارا کلید رو توی قفل در میچرخونه، صداش رو میشنوه، با دستش امتحان میکنه و مطمئن میشه. ولی به محض اینکه از آسانسور میاد بیرون، یه فکر کوچیک توی سرش میاد، نکنه یادم رفت قفل کنم و خونه رو دزد بزنه. این فکر انقدر قوی میشه که سارا رو مجبور میکنه دوباره برگرده. حالا سارا نه تنها 1 بار، بلکه 3، 4 یا حتی 5 بار در رو چک میکنه. اون خودش میدونه که در قفله، اما یه ترس کوچک برش میگه باید این کار رو بکنی تا خیالت راحت بشه. چیزی که سارا باهاش درگیره اسمش اختلال وسواس فکری عملی یا به اصطلاح OCD هست. این اختلال از 2 بخش اصلی تشکیل شده. وسواس فکری، یه فکر یا یه ترس مزاحمه که بدون اجازه میاد توی سرتون. مثل همین نکنه در قفل نباشه یا اگه دستان کثیف باشه و مریضی بگیرم چی؟ وسواس عملی کاریه که برای آروم کردن اون فکر یا ترس انجام میدین. مثل چک کردن مداوم در یا شستن دستها به تعداد زیاد. این کارها شاید برای چند لحظه بهمون آرامش بدن، اما در واقع این چرخه رو قوی تر میکنن. پس وسواس فقط به معنی تمیز و مرتب بودن نیست، بلکه یک اختلال جدیه که باید بهش توجه کرد. راهکار عملی برای مقابله. خب، حالا چطور میشه این چرخه رو شکست؟ در روانشناسی برای درمان این اختلال از روش مواجهه استفاده میشه. اما به زبان ساده شما میتونید این 3 مرحله رو تمرین کنید. شناساییش کن. اول باید بفهمی اون فکر وسواسی و اون کار اجباریت چیه. جلوش رو بگیر. مهمترین مرحله اینجاست. باید جلوی انجام اون کار رو بگیری. برای شروع کار رو به تأخیر بنداز. با تأخیر شروع کن. مثلا اگه وسواس داری که دستت رو بشوری، به خودت بگو باشه، میشورم، اما 5 دقیقه دیگه. بعد از چند روز این 5 دقیقه رو بکن 10 دقیقه. با این کار به ذهنت یاد میدی که اون اضطراب اولیه خطرناک نیست. تکلیف این هفته. برای این هفته یک تکلیف کوچیک بهتون میدم. یکی از کارهای روزمره‌تون که به نظرتون کمی وسواس‌گونه است رو پیدا کنید. مثلا چک کردن مداوم اینستاگرام یا مرتب کردن مداوم چیزی. فقط برای 1 بار سعی کنید جلوی اون رو بگیرید و ببینید چه احساسی پیدا می‌کنید. یادتون باشه اینها فقط راهکارهای اولیه هستن و برای درمان جدی حتما باید از یک متخصص کمک گرفت. یادتون نره که ذهن ما قوی ترین ابزار ماست. با سابسکرایب کردن همراه من باشید تا با هم یاد بگیریم چطور ازش بهتر استفاده کنیم. در ویدیوی بعدی با یک موضوع جذاب دیگه برمیگردم.